یا برعکس. آقا اومدم مدوام بلاگ یه سری کامل میخوام برم براتون تا جایی که بتونم دیگه. آره و اومدم داخل موبایل چون که میدونید دیگه وضعیت اداره برق و همین الان من برق قطعه و من بخاطر این اومدم تو موبایل بازی کنم تو این تاریکی الان وسط نصف شبه و آقا اومدم بازی کنم دیگه. بیا بریم. اگر از این سری خوشتون اومد حتما ویدیو لایک کنید و چنل رو ساب کنید و حتما کامنت بذارید. بریم بدون معطلی و شروع ویدیو. خب این مودش با بقیه مودا فرق داره. این سیو مپ نیست اصلا. بیفتم پایین تمام پشمام چیست، تمام آیتمام نابود میشه. خب 2 تا این چند هم گرفتیم. برو خب چرا این یه سری خیلی طولانه قرار بشه چون که مودش اونجوریه که داخل این دفعه که من دارم میرم هیچ سنگی به من نمیده. من فقط میتونم چیزای معمولی ماین کنم. خب بذار یکم اینجا رو بزرگتر کنیم بچه ها، چون که فکر نکنم شما خوشتون بیاد فقط بیاین یه ویدیویی رو نگاه کنین که یه نفر همش در حال کندن باشه. خب این هم اینجوری میذارم که مثلا این نشونه باشه که باید بیام اینجا رو بکنم. خب بیا به بالینم، آهای انار انار بیا به بالینم، ای گل ای تو گل نار بیا به بالینم. خب بریم سراغ ادامه. این بود یا این؟ همین بود. نکنم به چوخ برم. بچه بذارید چستیم بغلش میذارم وسایل ارزشمند میذارم این تو که اگه مثلا این زامبی چیزی اسپان شد بتونم اگه بیفتم پایین بمیرم وسایلم از دست ندم. لونو باقی میذارم. آقا خوبی هم که داره میدونی چیه؟ چون من اینجا فضای زیادی ندارم نمیتونم بدوم و وقتی ندوامم هیچی از غذام کم نمیشه. پس من غذای بی نهایت دارم. یوهاها من رو خنده شیطانی قشنگ کار نکردم. خب بکن بچه سب کن این گوشه رو یکم گوشه نزدیکو بیفتم. خب بذار این گوشه رو یکم بزرگترش کنم که مثلا ما بی اسپان شد نیفته پایین. من فقط نیاز به 2 تا گوسفند دارم تا بتونم بی نهایت پشم داشته باشم. آقا بیاین یه عالم غنایم جمع کنیم بعد یهو بریم سراغ کندن دیگه. حاجی بیاین با اینا یک کرافتینگ تیبل درست کنم. خب شو میسازیم. کرافتینگ تیبل رو میزنیم، کرافت رو میذاریم، یکم اینو درست میکنیم، یه دونه بیل. خب الان تونتون میکنم میرم پایین. ریدم به خودم. حاجی وسایلم
نه خوک کثیف، همش تقصیر توی که من هنوز نکنده به اینجا رسیدم. پوفیوز بمیر. حالا خوب همینا رو گذاشتم واسه خودم. خوک پوفیوز برای خوک کثیف. آجی دیگه نمیرم روش واسه خدایی به چخ میرم. نگاه نکن اونجوری منو میگیرم میزنم دک و پوزتو میارم پایینا. حاجی بندازمش پایین بمیره. پوفیوز سیکتیر. حاجی نندازیم پایینو، دهنه تو صاف میکنم منو بنداز پایین. حاجی قلبم میاد تو دهنه. پوفیوز یه دونتون کم بود آخه تم میای کسافت. برو گم شو. شیطونه میگه هر دوتاشون رو بندازم پایین. الان می گاوم اسپان میشه دیگه. حاجی پشمام دمت گرم انداختش پایین خوب که کثیفو، ولی پشمام حاجی من پیشگوام. تو کامنتا چی دیجی پیشگو. سلام خوشگله. بکنیم بس دیگه. قناعممو توی بیشرف به چخ دادی. بزنم من تا آخر همین پارتی خوکو که به چخ میدم نابودت میکنم. این که نزدیک بود بمیره. حداقل میمیری یه فایده داشته باشه، اگه ما رو الکی خب بیا به بالینم. آی گل انار بیا به بالینم. دوجی نزدیک بود این دفعه هم بمیرم. اما من کدو بر بکنم یادمه. چون شب بشه من کندن رو متوقف میکنم. ناموسن زامبی اسپان بشه حال ندارم دوباره بمیرم. یه گوسفندی بیاد تخت بتونم درست کنم. ای جان دوتا گاو به هم افتادن. ایول خوشم آمد. بابا الان یکیشون میزن. حاجی خوب شد رو اون نستاده بودم. تو بدیومنی. حالا نمیندازم به پایین گناه دار. دنبال یه دونه کاه هم که بتونه. پوفیوز دارین زیاد میشه اینجا جا نداره. بیا عشق من. آجی لب پرتگاهی وگرنه یه جون میزدمت که صدا مرغی، ولی خب داشت شب شد خطرناک. اب نداره میکنی. من شجاع بیمه. الان یه دونه گاو دیگه اسپان میشه. ببین که ای گفتم بذار 2 تا بلاک بکنم. حاجی نکن این کارو ناموسن. حس خوبی پیدا نکردم. نندازیش پایین. بندازیش پایین خودت هم میندازم پایین.
اینا چشونه؟ یکی به من کمک کنه. حاجی انقدر بدم میاد این که اینا این شکلی میشن. عشقای گل همه تونو میخوام بکشم. حاجی یکیشون انداخت پایین، مثلا این خوکه که این مرغه رو انداخت. پوفیوز حاجی اون خوکه دیگر هم انداختن پایین، یه گاوم انداختن پایین. تو اون رفیقتو میندازی، رفیقتو میفروشی نامرد. یا بیمیر پوفیوز. بریم ادامه کندن. میام این بروا میسم نمیرم. یه چست بیاد دیگه ناموسن. هیچ چست نگرد، یه دونه چست گرفتم تا الان. بیا اینجا. اونجایی که به چخ رفتن ما نزدیک است شب دیگه. خب اینا رو میندازم اینجا که مردیم نمیریم. این چی میگم؟ مردیم نمیریم. از لحاظ روحی روانی دارم میگم. میفتم میمیرم، چیزایی که از دست میدم و دلم نمیخواد. بیلم شکست، مثل قلبم بیلمم شکست. خب بخیر من خب بخوابم. بذار بریم یکم این ورتر اینجا رو گسترش بدیم. حاجی برقامون اومد. بیا چی بگم والا بهت دیگه. بچه ها خودشون تو کامنت ها میدونن به چی بگن ایزان. فکر کن حاجی یه جوری برق قد میکنن وقتی میاد دعاش میکنیم، میگیم دم دیگه. پشمام ریخته حاجی، یه جور طبیعی کردن واسه مردم. شما به چی نگاه میکن؟ از افکار تو سرتون خوشم نمیاد. باشه یونجه هم بده من اینا. هم چی کنم دیگه؟ روش خود میدونی دیگه وضعیت خرابه. وضعیتم خرابه. به خیال قصه اینا بریم به حاجی نمیدونم چه رئیس بدی دارم. این گوه داره پشت من چیکار میکنه؟ تو پشت من داشتی چیکار میکردی؟ پوفیو باش گردن بگیره گاوا خرابه ناموزه. نه حاجی خوب شد دیدم و یعنی میرفتم. یکم خاک جمع کنیم بریم تو کار همون که میدونید دیگه. آره تو کار ساخت و ساز دارم میگم. پشمام حاجی از تو که نیستی، این قلبا رو تو که نمیدی، باید مطمئن بشم. نه حاجی پوفیوز داخل و رفیقت چیکار کردی؟ من الان کاه گیرم بیه چیکار کنم؟ چجوری؟ با خودم نمیشه که. بذار قلباشو ببینم. پشمام. خب الان این همه نور رو من چیکار کنم؟ یه دارم پیککس، یه آب،
2 تا درخت، یه دونه علف. پوفیوز باش تلفات داریم زیاد میدیم، باز تلفاتمون زیاد شد. همون اول باید مینداختم. وای ممنون که به من قلب میدی، من خودم قلب میدارم. با پیککس یه جو سری میکنم برسیم به عمق دریا. یکم خاک جمع کنم سری دیگه بریم تو کارش. یکم جا رو گسترش بدم آجی. بعد با این چوبایی که دارم یکم حصار میسازم که این مابا دیگه نتونن هم دیگه رو بندازن بیرون. واسه همین باید سریع یکم بکنم اینجا رو گنده کنم. که خب یونجه داریم اینجا، یونجه لالالای. ببین داشت اینجا 16 تا خاک داشتم با اینا میشه 34 تا. خب این چوبا هم میاد اینجا، این چوبا هم میاد، این چوبا اون چوب سر جاش. اوکی یادم از نرفته اون چند تا نون خوشگلم چه بلایی سرشون. تو باز دایدم تو قرار عامل به خیری بشوی. خودش نمیدونه قراره چی عامل خیری باشه. شادمات داریم عروس. خب اینا رو 50 تا کنم دیگه برم تو کار چیزیه. آره حاجی اسم میکنم دارم خیلی بد میگم. الان صبح شده است. حالا 50 تا گفتم من نمیدونم چی توجیهش کنم. بیخیال 50 تا به 50 تا کی اصلا اهمیت میده باید. یا همینو برم جلو بسازم. خاکم افتاد. بس نیازی خیلی اومدم. نه این کار غلطه. وسایل فول دایمند دای پوفیوز من اینجا رو زدم تو از کجا اومدی؟ حالا قند داریم عروس. لالای حاجی خاکام تموم شد. به ساخته بکن من نمیکنم تو بگن. پوفیوز بیا اینجا دارم برات. خودم اینو اول میخورم. نه پوفیوز سیکشتیر. من خود شیطانم. یه گاو دیگه گیر بیاریم مثل خودش می. ای جیان عزیزم بیا به بالینم بیا. چجوری میدوه خوشگلم. قرار نیست بهتون چیزی بدم.
اینجا یه کار که بسته باید بریم. نفتم پایین یه گاوه چی کارش خواهم به خودم من گرخیدم لای برگ داشتم برگ جان داداش بیا بانزا تو میدم بخور. دارن با هم چی کار میکنن؟ آجین گوه هم رفته وسط. گفتم الان به چی گوه هم میزنی بیرون. اینا میخواد بیا بریم یکم نرده مرده بسازیم. خب دل قند دومات داریم عروس داریم قند دومات داریم قد عروس یه عروس داریم قد دومات یه دومات داریم قد عروس لای 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 یه دونه آهنگ واسه‌تون من میخونم از دنیای دیگه واسه‌تون من میخونم لالای لالای من که خیلی مهربون حاجی گویم من همه رو زدم از اینو ساختم. بیخیال بریم نرده کشی یوها ها ها یوها خداش هنی کامل نشده اینجا کاملش میکنیم عزیزم. خب چه دقیق و جیبش من کنجد ای نامرد داشت علفا رو میخورد. داشت بازم نرده داشتم نرده همین نرده رو میبینی. میخواستم بگم که تا کنجدهات تو درس و مدرسه. خب بچه های خبر غم انگیزی به دستم رسیده. بله همتون میدونید که اون خبر چیه. خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده است که ما باید بریم مدرسه. غم توه بچه ها باور کنید من غمتون رو میفهمم. من خودم باید برم مدرسه. من میدونم چه کسی این مدرسه رو اختراع کرد. من میدونم. میخوام به شما هم بگم یک عدد حاجی گاوه کجا رفت؟ یک عدد پوفیوزی بود به نام کاری ندارم ولی به اسمش کار ندارم حاجی. ولی میدونم از اون کشور چین بود. فکر کردی آناناس هیچی داره بپر میکنه. بیا میخوای بپر کنی بیلا سیکشتیر بابا همه تو نمیرا میگه. خب اگه تا اینجا ویدیو دیدی دمت گرم عشق منی و اگه دلت میخواد جزو ارتش و خانواده دیجی بشی حتما چنل من سابسکرایب کن و اگه دلت میخواد پارت 2 این
سریو بذارم، حتما این ویدیو رو لایک کن و چنل رو ساب کن و این لایک این ویدیو به 5 تا برسه، 5 تا که نه آجی دیگه، من چون این اولین لایک ویدیو ماینکرافت آجی میگم 3 تا لایک، به 3 لایک برسه پارت بعدیشو میذارم. و اگه خوشت اومد دیگه چنلمو ساب کن و لایک کن و حتما یک قلب قرمز تو کامنت برام بذار تا یه ویدیو دیگه. بدرود.